میگه کوچک. اگه بگم خود سلام دوستان، مهدی نووا هستم، برنامه‌نویس پایتون بک‌اند. بچه‌ها امروز اومدیم که با یکی از نکات جالب زبان پایتون آشنا بشیم. یک تابع بنویسیم و ایف، حالا شرط ها. برای دوستانی که تازه کار هستن فوق‌العاده این نکته مهمه. بچه‌ها من یک تابع تعریف میکنم، اسمشو میذارم مثلا چک ایج و بهش ورودی ایج رو میدم. میگم اگر مثلا سن من، ایج من کمتر از 18 بود، خب پرینت کن کوچک و else، یعنی در غیر این صورت اگه اون شرط اول برقرار نبود پرینت کن، یعنی اگر 18 بزرگتر از 18 بود پرینت کن در واقع بزرگسال رو. من براش مثلا یه ورودی در نظر میگیرم، یه مثال میزنم، میگم پرینت کن چک ایج مثلا 20 رو. چی میده به نظرتون؟ خب میگه این بزرگساله. ببینید بزرگسال رو برای من چاپ کرده اینجا. اگه بگم 10 چی؟ خب میگه کوچک. اگه بگم خود 18 رو بدم چند میده؟ میگه بزرگساله قطعا. چرا؟ چون ببینیم میگه اگه کمتر از 18 کوچیکه، یعنی خود 18 رو میاره تو else، بزرگسال حسابش میکنه. یه نکته، هر جا شرط گذاشتید یعنی if و else، این دو نقطه رو حتما باید بذارید وگرنه کدتون اشتباه میشه. و یک سوال دیگه، چرا این پرینت سمت اینجا، این پرینت سمت چپتر از بقیه است؟ چون این پرینت ها جنسش با این دوتا پرینت فرق میکنه. اینا درون تابعن، این بیرون تابعه. این خیلی مهمه. و اینکه همین دیگه، خیلی حواستون به این نکات ریز باشه. برنامه نویسی یعنی جزئی نگری، دقت. متشکرم، خدا نگهدار.